دوستای عزیز که جور و صحتمند باشه. دوستای عزیز امروز میخواهیم ویدیویی رو برای شما نشان بدیم که از یک بشکه میخواهید یک کولر آبی بسازد و در این ویدیو خواهیم دید که از یک بشکه خالی، همین بشکه روغنی که ما روزانه استفاده میکنیم، چطور میتوان یک کولر آبی برای خانه ساخت. قسمی که شما میبینید 4 طرف بشکه را با خطکشی میکنیم و 3 طرفش را به صورت مستطیل، یک طرفش را به صورت دایره‌ای بریش میکنیم تا هر 4 طرف بشکه سوراخ شود. دوستان میبینید که بشکه را سوراخ میکند و یک پکه ای است که ای را میخواهیم به جای موتور زی کولر جابجا کنیم. این پکه را واز کردیم، حال میخواهیم ماشین از را در این بشکه جابجا میکند. ببینید دوستا، جابجا شد، پیجاش بسته شد و حال خودی پکه را این قسمت های زیرا چسب یا لابرتیب میزه. این سیمی است دوستا که میخواهید با بین از این چوبه هایی که تر شود و حرارت سردی را کش کند، ای را با این سیم ها جور میکند. 3 عدد از این چوب های با سیم جور شد، یا را پیچ هایش را بسته کرد. این دوستا موتور آب است. قسمی که میبینید در قسمت پایینی بشکه قرار دارد تا آب را پمپ نماید در اطراف بشکه. این پایپ است دوستا که شنگای از را سوراخ میکند تا از این قسمت ها آب بالای از او چوب های علاوه شود تا سردی را جذب نماید. میبینید دوستا این قسمت ها را با برمه سوراخ کرد، پیچ هایش بسته کرد. حالا این پایپ را بسته میکند. میبینید دوستا پایپ بسته شد. بله، در این قسمت حال آخرین چوبی از این را اضافه میکند، بسته میشود با برمه. آخرین این محافظی خودی پکه را هم بسته میکند. این دوستا بسته شد. حال یک کولر شد کاملا آبی و برای استفاده در خانه. آب علاوه میکند. ببینید دوستا کاملا یک کولری بسیار مجهز شد. حال دوستا ببینید ترمومتر در این دماسنج را میگیرد که ببینید که از 30 درجه تا 15 درجه هوا را سرد می‌کند. ببینید دوستا در این قسمت قرار میدهد. دوستا این بود ویدیوی امروز ما. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید. تشکر.